جمهوری تاجیکستان چون یک عضو کامل حقوق جامعه جهانی در ظرف 30 سال صاحب استقلالی خود نه تنها تاجیکستان را به رشد و موفقیت و ثبات و خرمی رسانید، بلکه در حل مشکلات گلوبالی خصوصا مسئله دسترسی آب آشامیدنی و بهداشت و معماهای اکولوژی جامعه جهان را هم فکر و دستگیر گردیده است. تغییریابی اقلیم که چون پدیده طبیعی و تکنوگنی دانسته می شود، با پهن کردن دامان خود روی سیاره پیامدهای زیاد را به میان آورده ایستاده است. برای حل و چاره‌جویی و گشودن گره معما و مشکلات، جامعه جهان، سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی و کشورهای الهیده کوشش و تلاش خود را به خرج داده ایستادند تا انسانیت در آینده دور و نزدیک از تاثیر تغییریابی اقلیم به خطرهای جدی روبرو نگردد. در این راستا کنفرانس و برنامه‌های زیاد قبول و عملی گردیده ایستاده است که یکی از چنین حجت‌های مهم سطحی بین‌المللی این سازشنامه پاریس میباشد که کشورهای جهان را وادار می‌نماید تا در حفظ طبیعت و محیط مسئولیت زیاد ظاهر نمایند. در قطار کشورهای اعضای این سازشنامه با نفوذ جهانی، تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار، هم‌آواز، هماهنگساز در حفظ طبیعت و محیط سبز نمونه ارزیابی می‌گردد. سهم تاجیکستان در کم کردن گازهای گلخانه‌ای و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم در دایره تطبیق عهده‌داری‌های سازشنامه پاریس. این است موضوع نوبتی برنامه سیاره سبز. سال 1992 هنگام بررسی سمیت جهانی اوید به حفظ محیط زیست که در ریو د ژانیرو برگزار گردیده بود، مسئله تاثیر تغییریابی اقلیم در جامعه جهانی بررسی گردید و در این نوبت خود کنونسی بین المللی اوید به تغییریابی اقلیم قبول گردید که در این کنونسی علاقه عهده‌داری‌های اجرایشی آن زمینه گرفتند. جهت عملی نمودن این کنونسی پروتکل کیوتو تیار کرده شد که این پروتکل مقصد اساسی این پروتکل اساساً بود به پس کردن گازهای گلخانه‌ای در دولت‌های ترقی کرده و تقسیمات کوتاهایی که مربوط به گازهای گلخانه‌ای وابسته بودند، با این بعد مکانیزمی رشد تازه داخل کردگی بود. وقتی که این مکانیزم علاقه جاری شد، ضرورتی عوض کردن این پروتکل در این سمت به وجود آمد که آن وابسته بود فقط به دولت‌های ترقی کرده و استفاده تکنولوژی نوین در این دولت‌ها. امکانیت دولت‌هایی که رو به ترقی بود در اینجا کمتر محدودتر بود. بنابر همین این ضرورت‌ها و یک چند ضرورت‌های دیگری در اینجا عامل‌های دیگری دارد که در این پروتکل کیوتو بنابر همین سال 2015 از طرف خود جامعه جهانی جهتی جاری نمودن مکانیزمی ترقی کرده، مکانیزمی که باز کمتر تکمیل داده شده، سازشنامه پاریس قبول کرد. جای ذکر است که سازشنامه پاریس سند سطح جهانی است که در ادامه چاره‌بینی‌ها و پروتکل و کنفرانس‌های قبلی به مانند پروتکل کیوتو که مقصد آن کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر زمین برای مقابله با گرمشوی جهانی از جانب کشورهای سیاره به خاطر حفظ خانه انسانیت یعنی سیاره زمین از خطر و معماهای اکولوژی که در نتیجه تغییریابی اقلیم به عمل آمده ایستادند میباشد. چون یکی از عامل اساسی افزایش سرعت گرمشوی گلوبالی این موجودیت از معیار زیادی گازهای گلخانه‌ای در فضای اتمسفری دانسته می شود و بنابر رشد صنعت جهانی و فعالیت بین نظامی انسانیت طی 10 سالهای اخیر پرتافت گازهای گلخانه‌ای به فضا زیاد گردیده باعث تیزانیدن سرعت تغییریابی اقلیم و رخ دادن حادثه‌های گوناگون هیدرومترولوژی در مقیاس سیاره گردیده است. این بود که به خاطر محدود و عهده‌دار کردن کشورهای سیاره خصوصا مملکت‌های پراقتدار که مقدار زیادی افلاس کننده‌های اتمسفری را به فضا پرتاب می‌کنند، سازشنامه پاریس سال 2015 به امضا رسید. طبق این سند سطح جهانی کشورهای سیاره وظیفه‌دار کرده شدند که پرتافت گازهای گلخانه‌ای را کم کرده از تکنولوژی معاصر در رشد مملکت‌های خود به کار گیرند
تا هم یک اندازه روند تغییریابی اقلیم پیشگیری گردد و هم سیاره انسانیت در امان باشد. سازشنامه پاریس اساساً این مکانیزمی اجرایشی عهده‌داری‌ها مربوط به پس کردن گازهای گلخانوی میباشد که در اینجا دو قسمت اساسی این سازشنامه روانه شده است به پس کردن گازهای گلخانوی و مطابق شوی و تغییریابی اقلیم. دو قسمت دیگری علاوگی که در اینجا هست جهت جاری نمودن تکنولوژی‌های نوین و معین نمودن راه‌های مبلغ‌گذاری مربوط به پس کردن گازهای گلخانوی، استفاده تکنولوژی نوین و راه‌های وارد نمودن تکنولوژی‌هایی که به کم کردن گازهای گلخانوی در سمت جهانی آورده می‌رسانند. دولت‌های ترقی کرده که پرتافت گازهای گلخانویشون زیادتر است، عهده‌داری نسبت آنها پرزورتر جاری کرده شده است که در نوبت خود جهت رشد دادن اقتدار دولت‌های رو به ترقی این امکانیت به وجود می آورد که جهت بلند برداشتن اقتدار دولت با استفاده با اقتصاد دولت استفاده با تکنولوژی نوین با کم کردن گازهای گلخانوی مطابقت میکنه. تاجیکستان در برابر 175 کشور اعضای سازمان ملل متحد سازشنامه پاریس را وابسته به تغییریابی اقلیم و کاهش دادن پرتاب گازهای گلخانه‌ای اینچنین مطابق شوی به تاثیر تغییریابی اقلیم در تاریخ 22 اپریل سال 2016 در قرارگاه سازمان ملل متحد امضا نمود و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آن را 13 فوریه سال 2017 به تصویب رسانیده است. سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قوه قانونی پیدا کرده تا امروز از جانب 135 کشور جهان به تصویب رسیده است. نظر افکنیم اگر تاجیکستان وقتی که سال 2015 سطح معین شده معین کننده خود را برای اجرایشی عهده‌داری ها در نزد کنونسی بین المللی آید به تغییریابی اقلیم آماده نمود، علاقه در اونجا تحلیل ها معین کردند که گرچنده که پرتافت‌های گازهای گلخانوی در تاجیکستان در سال 1990 25.5 میلیون تن برابر بود و این نشان داد در سری اهالی تاجیکستان در همون دوره سال 1990 گویم تقریبا 4.5 تن به هر یک سری اهالی راست می آمد و این زمان در حسابات سالهای آخر گویم حسابات 2016 پرتافت‌های گازهای گلخانوی در تاجیکستان تقریبا 10 میلیون تن به برابر است. در عهده‌داری هایی که تاجیکستان در دوره سازشنامه پاریس گرفته است در اینجا جهتی نگاه داشتن گازهای پرتافت گازهای گلخانوی در سطح سال 1990 تا سال 2030 است، 30 تا 50. بنابر همین در این قسمت عهده‌داری تاجیکستان این است که رشد اقتصادی کشور، رشد صنعت، رشد گویا که دیگر جبهه هایی که وابستگی دارند به استحصالات با استفاده تکنولوژی هایی که مربوط به پس کردن گازهای گلخانوی وابستگی دارند استفاده کرده شود. تاجیکستان طبق عهده‌داری‌های خود در دایره اجرای سازشنامه مذکور در سطح کشور استراتژی، برنامه‌های دولتی و لایحه و چاره‌بینی‌ها را تهیه نموده آنها را مرحله به مرحله به انجام رسانیده ایستاده است. و در این قسمت اگر بینیم اگر عهده‌داری تاجیکستان این است که اگر که ما تکنولوژی نو وارد نکنیم اگر در سال پیشگویی این پیشکی که اگر ما تکنولوژی نوین وارد نکنیم اگر تا سال 2030 پرتافت‌های گازهای گلخانوی ما تقریبا به 90% سال 1990 برابر میشه. اگر در این روند ما رشد اقتصاد را، رشد صنعت، رشد اقتصاد، رشد خارجی کشاورزی
این قسمت اگر که ما استفاده تکنولوژی نوین رو استفاده بریم این پرتاب با تقریبا با 75% 1990 برابر می شود که این امکانیت می دهد که ما در عملی نمودن سازشنامه پاریس استفاده تکنولوژی نوین و جلب مبلغ‌های مربوط به پس کردن گازهای گلخانوی رو براه مانیم. در این سمت علاقه در جمهوری تاجیکستان این روند بسیار خوب براه مانده شده است و امکانیت عملی نمودن این هدف‌ها علاقه در استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان تا 2030 برنامه‌های میانه مهلت جمهوری تاجیکستان در 16-20 و برنامه میانه مهلت جمهوری تاجیکستان در سال 2020-25 و اینچنین در استراتژی جمهوری تاجیکستان اوید به مطابق شوید و تغییریابی اقلیم در سال تا 2030 درج گردیدند و این علاقه زمینه جهت اجرایشی سازشنامه پاریس رو نشان میده. آبشوی پیریخ‌ها، تغییریابی جریان دریاهای اساسی و تأثیر آن به محصولات کشاورزی چندی از عامل‌های ظهورات منفی تغییریابی اقلیم در تاجیکستان گفته می شود. بارها پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود ذکر می نمایند که اگرچه تاجیکستان بر روند و افزایشیابی سرعت تغییریابی گلوبالی تاثیر ندارد و از جهت پرتافت گازهای گلخانگی حجم ناچیز را به فضا پرتافت می نماید، ولی کشور ما در قیاس با دولت‌های دیگر از روند و ظهورات‌های تغییریابی اقلیم آسیب پذیر است. ولی مشکلات عمومی است و جهانی و جمهوری تاجیکستان در حل معماهای اکولوژی جامعه جهان را همیشه دستگیری می‌کند و برای دریافت راه و چاره‌ها پیشنهادهای سودمند و ثمره‌بخش خود را پیشنهاد می‌نماید و با عضویت در سازشنامه‌های سطح بین‌المللی در حل مشکلات اکولوژی مطابق نمایی و مطابق شوی با تغییریابی اقلیم چاره‌بینی‌های ضروری را راه‌اندازی و عملی کرده ایستاده است. тоҷикистон аз лиҳози партови газҳои гулхонаӣ дар ҷойи 135-ум қарор дорад. бо вуҷуди ҳиссаи ночизаш дар ин раванд мамлакат дар ростои тағйирёбии иқлим осебпазир буда иқтисодиёти онҳо бо паёмадҳои манфии он рӯбарӯ гардидааст. дар давоми 30 соли охир аз 14,000 пиряхи мавҷуда بیش از 1000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفت‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی میرساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز میگردد. در تاجیکستان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات وکالتدار اجرایی سازشنامه مذکور بوده طبق طلبات آن هر یک کشوری اعضا وظیفه‌دار است که هر 5 سال نقشه‌ها و هدف‌های خویش را عاید به تغییریابی اقلیم که به حیث سهمگذاری تخمینی معین شده ملی معروف می باشند ارسال و پیشنهاد نمایند. تاجیکستان نخست نقشه‌هایش را در سال 2015 پیشنهاد نمود که در آن هدف تخمینیش کاهش نه زیادتر از 80-90% پرتاب‌های گاز گلخانه‌ای سال 1990 تا سال 2030 می باشد. کشور ما با قبول استراتژی ملی رشد و استراتژی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم تا دوره سال 2030 و اجرای چاره‌بینی‌های لازمه علاقه گام‌های استواری خود را در سمت کم کردن پرتافت گازهای گلخانه‌ای و مطابق شوی با این جریان‌های طبیعی گذاشته ایستاده است. در سمت مطابق شوی با تغییریابی اقلیم این یک سمتی گویا که اساسی قسمتی سازشنامه پاریس است که امکانیتی چقدر که شما قید کردین البته ما در بین دولت‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی یکی از دولت‌های آسیب پذیر با تغییریابی اقلیم به حساب می‌رویم. این بهادهی ما نیست، این بهادهی گویا که مشاوران بین المللی است و عین زمان امکانیت مطابق شوی با تغییریابی اقلیم ما خیلی گویا که پست است. بنابر همین در همین قسمت جلب مبلغ‌ها خصوصا مبلغ‌های گرانتی که وابسته به پس کردن تاثیر تغییریابی اقلیم با آفت‌های طبیعی
устувор намудани системаи гӯё ки инфраструктури соҳаи кишоварзӣ, соҳаи обёрӣ, соҳаи гӯё ки транспорт, нақлиёт, дар ин самтҳо имконияти ҷалб намудани маблағҳои грантӣ дар доираи ин созишнома хусусан ба самти мутобиқшавӣ ва тағйирёбии иқлим аллакай заминаҳои мо бисёр устуворанд ва имконияти гӯё ки кушод дар мо ҳаст ва дар ин самт аллакай гӯем агар мо якчанд лоиҳаҳоро марбут ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим аз фонди иқлимии сабз, аз фонди мутобиқшавӣ байналмилалӣ ҷалб намудаем ва имконияти рушд додани ин кор, албатта аллакай дар ин самт дар кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун гӯё ки мақоми ваколатдор барои ҳамкорӣ ба фонди иқлимии сабз муайян гардидааст ва ин корҳо рафта истод. дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ оиди масъалаҳои тағйирёбии иқлим Тоҷикистон яке аз ҷойҳои аввалинро ишғол менамояд. Барои чӣ? ҳамин банди 4 барномаи Париж як пункт дорад, як масъаларо гузошта шудааст ки ҳамаи давлатҳо бояд ки барномаҳои худро оиди тағйирёбии иқлим тайёр намоянд. ва баъд аз тайёр кардани ин барномаҳо бояд ки маблағгузорӣ ба ин давлатҳо шавад. Агар ҳамин давлатҳо рӯ ба тариқ омада агар он барномаҳои миллии худро оиди тағйирёбии иқлим надошта бошанд, он гоҳ маблағгузорӣ ҳам он қадар зиёд намешавад. ва дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ мумкин ки дар байни дигар давлатҳо Тоҷикистон якуми давлат мебошад ки стратегияи миллии худро оиди ба тағйирёбии иқлимро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 таъсис кард. стратегияи миллии рушди Тоҷикистон то 2030 дар амал татбиқ шуда истодааст. дар соли 2009 якуми давлат дар байни дигар давлатҳои ҷаҳон якуми давлат мебошад ки ба барномаи кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим дохил шуд. қабули ин ҳама стратегияву санад, барнома ва лоиҳаву амалисозии чорабиниҳое ки барои кам кардани партофти ифлоскунандаҳои фазо, пешгирии суръати тағйирёбии глобалӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, дарёфти роҳу чораҳо баҳри мутобиқнамоӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат, таъмини амнияти озуқавории шаҳрвандон дар раванди тағйирёбии иқлим ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабулу амалӣ гардида истодаанд, ба хотири рушду субот ва ояндаи неки имрӯзиёну наслҳои баъдии кишвар аст. пас мову шуморо мебояд ҳамовоз, дастгир ва амалисозандаи ин ҳадафу мақсадҳои наҷибу нек баҳри ҳаёти хубу ҳифзи муҳиту табиати сарсабзу дилорои кишвари хеш бошем.